روزتان بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است و در دوام 15 دقیقه بعدی ما شما را با خبر و تحولات از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز دوشنبه 13 ایول است. نخست با چندی از موضوعهای این نشر شناس شوید. شب گذشته امریکا ایران را هدف قرار داده. در جواب جمهوری اسلامی به پایگاه‌های امریکایی در خاک کشورهای خلیج فارس ضربه زده است. سیل و آبخیزی‌ها در 2 روز گذشته ده‌ها خواجگی و زمین‌های کشاورزی در ولایت سوغد را پخش نمود. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. در تاجیکستان می‌خواهند در عرفه سالگرد استقلالیت کتابی را در وصف کارنامه پرزیدنت زیر عنوان شاهنامه رحمانی نشر کنند. این تشبث از حالا بحث برانگیز شده است. خرد و دانایی و داد را وصف کرد. شاه را نه، حاکم را نه. شب گذشته ایالات متحده آمریکا هدفها در خاک جمهوری اسلامی ایران را مورد آتش قرار داده. گفت که یکی از مسیرهای باریکه هرمز برای روا مطابق می باشد، ولی ایران می گوید که در جواب به حمله های پایگاه های آمریکایی در ممالک خلیج را هدف قرار داده است و گذرگاه هرمز تا زمان حل نزاع و یا دریافت مکانیزم روا در این باریکه بسته می ماند. تفصیلات از کیومر سیاتا. ایالات متحده آمریکا صبح 13 ایول موج نوی حمله ها را علیه ایران به راه ماند. یک روز پیش از این نیز هدفهای در اطراف آبراهی از لحاظ استراتژی مهم هرمز شاهد حمله های هوایی بود. آمریکا آن را پاسخ به ضربه های تهران به کشتی های تجاری نامید. فرماندهی مرکزی آمریکا با نشر اظهارات گفت که نیروهای ما ضربه های بیشتر را علیه ایران به راه ماندند تا توانایی آنها را برای حمله به کشتی‌های ملکی و تجارتی که باید از آب‌های گلوگاه هرمز آزادانه حرکت کنند کاهش دهد. رسانه‌های دولتی ایران از چند ترکیش در منطقه‌های نزدیک به هرمز از جمله بندر عباس، سیریک و ولایت بوشهر خبر دادند. سنجش مستقلانه این خبرها فعلا امکان ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 ایول در صحبت با تلویزیون CNN گفت ما آنها را شب گذشته بسیار سخت زدیم و ادعا کرد که پیش از این حمله واشنگتن و تهران برای رسیدن به سازش بسیار نزدیک آمده بودند. ترامپ همچنین ادعا کرد که با وجود اظهارات جانب ایران درباره بستن گلوگاه هرمز، حرکت از این گذرگاه مهم دوام دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز گفت که این گذرگاه آبی که توسط آن 20% از نفت خام جهان انتقال می‌یابد برای حرکت کشتی‌ها باز میباشد. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت نیروهای ایالات متحده در حمله‌های شب گذشته رادارها، سیستم مشاهده‌های بحری، انبار موشک و پهپادها، مکان استقرار موشک‌انداز و هم موشک‌اندازهای زمین به هوا را هدف قرار دادند تا اقتصاد نظامی ایرانی‌ها را سست گردانند. مطبوعات دولتی ایران بعد این حمله‌ها از ترکش‌های در قسمت‌های جنوب کشور خبر داد. ایریب یا شبکه بین المللی تلویزیون ایران گفت در بندر عباس صدای 3 ترکش و در سیریک صدای 2 ترکش شنیده شد. همه آنها در بلندی از باریکه هرمز جایگیر می باشند. ایران در پاسخ به سمت کویت که یک کشور غنی از نفت و همپیمان امریکا دانسته می شود حمله های جوابی انجام داد. جمهوری اسلامی اینچنین به قطر ضربه زد که در گفت و شنیدها نقش میانجی را اجرا می کند. امارات متحده عرب نیز بار اول در 2 ماه آخر شاهد حمله شد. توصیه عملیات حربی در حال است که ظاهراً تلاش‌های دیپلماتی در عمان دچار ناکامی شدند. تهران گفت که وزیر کارهای خارجی ایران عباس عراقچی با همتای عمانیش سعید بدر البوسعیدی ملاقات و راه‌های حرکت امن کشتی‌ها را توسط آبراههای هرمز بررسی نمود. از این پیش عمان گفت مذاکره ها با ایران در سطح فنی و هم سیاسی با هدف رسیدن به سازش مطابق به قانون‌های بین المللی در رابطه با گردش‌های بحری کشتی‌ها ادامه می‌کنند. در این گفتگوها نمایندگان رسمی آمریکا اشتراک ندارند. در تاجیکستان 2 روز پی هم دهات ولایت سوغد با موج عظیم باران و سیل روبرو شدند. آب زیاد روز 11 ایول دهه‌های درغ و کزدان جماعت دهات شمتوچ ناحیه عینی را پر کرده باعث خسارات به 10 منزل زیست مردم و زمین‌های کشاورزی گردید.
روز بعد 12 ایول موج نوی سیل دهه درغ را پر کرد و به قول مقامات محلی به راه‌ها، انشاءات خواجگی مردم، زمین‌های کشاورزی، زراعت و بوخ‌های نو بنیاد خسارات علاوه‌ای رساند. مقامات گفتند خوشبختانه این آفت طبیعی تلفات جانی در پی نداشت، ولی وضع دهات آسیب دیده رقتبار گفته می شود. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. در 3 روز آخر دست کم 2 بار سیل و یرد چندین خانه و انشاءات شهر و نواحی ولایت سوغد را ویران کرد. طبق عکس و نوارهای کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرهای مقامات رسمی، آفت طبیعی اساساً در ناحیه‌های عینی و دیوشتیش و شهر پنجکن به قید گرفته شدند. طبق معلومات پیشکی روز 11 ایول در ناحیه عینی سیل از ناو سرخی، سای کشک و سای جری دهه کزدان فرآمده به دهه‌های درغ و کزدان جماعت شمتوج وارد شده است. در نتیجه راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد، خط‌های آب آشامیدنی و پالزی، راه‌های ساحل دریا، جویبارها، باغ‌ها و کشت زراعت‌های کشاورزی ضرر دیدند. همچنین 11 ماشین سبکرو، 1 ماشین بارکش تمغه کمز گرد و اطراف مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 دهه کزدان، بیمارخانه منطقوی دهه درغ، مغازه‌های خوراکواری دهه‌های درغ و کزدان و دیگر مال و ملک شهروندان از سیل آسیب دیدند. تا این لحظه معلومات رسمی عاید فوت آدمان و یا ضرر به سلامتی انسان‌ها نشر نشده است. پایگاه‌های مربوط به حکومت ناحیه عینی نوشتند که برای برطرف کردن پیامدهای آفت طبیعی ستاد تشکیل شده چند از مقامداران و صاحبکاران محلی به مکان حادثه رفتند، ولی تا این لحظه آمار دقیق خسارات از جانب ساختارهای مربوطه رسانه‌ای نشده است. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نوارها وابسته به درخواست کمک از جانب کاربران و بلاگران راه اندازی شده است. اینچنین در این روزها به چندین دهه‌های جماعت شینگ شهر پنجکن نیز سیل و یرج فرآمده زیان جدی رسانده است. مقامات محلی در خبرنامه نوشتند از نظرگذرانی پیشکی معلوم نمود که از آفت طبیعی 48 منزل و انشاءات یاری رسان، 2 پل، 5 سیمچوب و 500 متر ناقل برق، 1300 متر راه زیان دیده، 1 نقلیات سبکرو کار ناشایان گشته است. حالا با جلب 3 عدد تکنیکی مهندسی و جلب اهالی، کارها جهت برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی آغاز شده. تازه کردن راه و مجرای دریای شینگ و ساحل بندی، برقرار نمودن خط برق و دیگر کارها ادامه دارد. همچنین چند دهه ناحیه دیوشتیش نیز آسیب دیدند، ولی فعلا درباره اندازه آن معلومات در دست نیست. سال روان بر اثر بارش زیاد بیدادگری‌های سیل و یرج و آبخیزی‌ها بیشتر مشاهده می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوغد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مقامات وزارت فرهنگ میگویند به مناسبت تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان کتابی نوی را در وصف کارنامه‌های پرزیدنت امامعلی رحمان به چاپ آماده می‌کنند. مؤلف کتاب دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان است و او در نشست خبری اخیر این نهاد گفت هفته‌های نزدیک اثری را زیر عنوان شاهنامه رحمانی نشر خواهد کرد. برخی شارحان مستقل که با رادیو آزادی صحبت کردند این را ادامه کشی شخصیت مینامند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. آیا وقتی نرسید است که چون شاهنامه یک اثر بی‌زوال درباره خدمت‌های ارزنده پیشوای معظم ملت از طرف وزارت فرهنگ و اتحادیه ایجادی مطرح کرده شود. با وجود نوشته شدن صدها شعر و مقاله و کتاب درباره امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مسئولان وزارت فرهنگ این تعداد را ناکافی می‌دانند. آنها روز 6 ایول در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفتند که باید درباره رئیس جمهور کتاب‌های بیشتر نوشته و نشر کرده شود. این در حالی است که حکومتداری بیش از 30 ساله امامعلی رحمان در برابر ستایش‌های جانبدارانش تنقیدهای زیادی را نیز به همراه دارد.
توجیک‌های جهان با این کس با جناب عالی با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پیشوای معظم ما افتخار میکنن. از جمله ما هم ما سلسله کتاب‌ها رو برای سهم پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشد و نمو تاجیکستان عموما در پیشرفت از جمله پیشرفت ساحه فرهنگ به نقشه گرفتگی هستیم. امامعلی رحمان از سال 1992 زمام رهبری تاجیکستان را در اختیار دارد. در این مدت شاعران و نویسندگان و منصبداران و چهره‌های دیگر درباره او آثار زیادی نشر کردند. از جمله پس از آنکه او در سال 2016 مقام پیشوای ملت را گرفت، در دانشگاه و پژوهشگاه‌های زیاد آثارش تدریس و تحقیق می‌شوند. هرچند خود پرزیدنت بارها گفته است که او را توصیف و تعریف نکنند، این روند برعکس سالهای اخیر اوج بیشتر گرفته است. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ در نشست خبری این نهاد گفت هر قدر در وصف و تشبس‌های امامعلی رحمان کتاب نشر تهیه کنیم کم است. مسئله به دست خوانندگان رایگان رسوندن این تشبس بسیار بی‌نظیر رو که تمامی فارسی زبان دنیا استقبال گرم و صمیمی گرفتن، شاهنامه فردوسی کمینه نیست در حالت آمادگی از شاهنامه رحمانی که اینم تا روز 35 سالگی استقلالیت نشر خواهد شد. هرچند منصبداران و شماری از اهل ایجاد نشر کتاب و شعر و داستان را در وصف امام رحمان به پاس خدمت‌های رئیس جمهور در زمان استقلال معنیداد می‌کنند، اما ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک بر این است که هدف طمع و چاپلوسی است. بزرگی شاهنامه و سراینده آن حکیم طوسی در آن است که خرد و دانایی و داد یعنی عدل را بنمایه آثار خود قرار داده بود و خرد و دانایی و داد را وصف کرد. شاه را نه، حاکم را نه. این است که شاهنامه فردوسی در جهان بی‌نظیر است. اصلا هیچ ادبیات دنیا در برابر شاهنامه آثار ندارد و آمدن این را به این سطح پایین آوردن فکر میکنم نشناختن جایگاه فردوسی است. اگر اون نفری که این ادعا کرده میخواند شاهنامه را میدید که چقدر بزرگ است، از بزرگی اون لرزش میگرفت. تیمور ورقی روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا نیز میگوید نوشتن این گونه آثار و یک نوع مسابقه ایجادکاران برای ستایش رئیس جمهور بیانگری آن است که جامعه تاجیکستان سخت بیمار است. من چنین می حسابم که باید در کودکس جنایی تاجیکستان چاپلوسی به عمل فساد و رشوه برابر کرده شود. چاپلوسی بگذار این منصبدار یا رهبر دولت باشد یا وزیر و یا هر شخصی که منصبی را در اختیار دارد. این گونه شخصان باید به مردم خدمت کنند، زیرا مردم برای این کارش به او حق مزد می‌دهند. او را مردم برای آن به این مقام برگزیدند که به مردم خدمت کند. служить народу. Ему народ платит за зарплату за это. جانبداران حکومت در تاجیکستان امامعلی رحمان را برای به گفته اشان ختم جنگ و سازش صلح، بنیاد راه و نیروگاه و برآمدن از بنبست ارتباطاتی می ستایند. اما تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال به مستقلیش 35 سال پر خواهد شد، در گزارش سازمان‌های غربی از جمله خانه آزادی، عفو بین الملل و شفافیت بین الملل همواره کشور فقیر و خودکامه و فساد زده نامبر می شود. و یک خبر مقامات تاجیک گفتند 160,000 شهروند تاجیکستان در روی خط مهاجران زیر نظارت در روسیه می باشند و به آنها خطر رانده شدن یا دپورتاسیا تهدید می کند. شریف نورزاده معاون یکم وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان که امروز در این باره در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت از این 160,000 نفر 25,000 تن را نابالغان تشکیل می دهند که با اعضای عائله‌شان در روسیه هستند. ولادیمیر کالاکولتسف وزیر کارهای داخلی روسیه ماه مارت امسال گفته بود که وزارت 685,000 خارجی را به روی خط شخصان زیر نظارت وارد کرده است. مقامات تاجیک آن زمان گفته بودند که 120,000 شهروند تاجیکستان در روی خط به اصطلاح سیاه در روسیه هستند و اگر حجت و حضورشان را قانونی نگردانند از این کشور رانده خواهند شد. و بینندگان ارجمند برنامه اخبار آزادی در همینجا به پایان رسید، ولی اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید سامانه azadi.org و
саҳифаҳои радиои озодӣ дар тиктоку телеграм, фейсбуку инстаграм ва ютубу иксро пайгирӣ кунед. То барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.